که مخالف حاجی خدا حفظت کنه. خوش به حالی که با آرزوت رسیدی. بالاخره اگر شما نبودین قدر شما را بالاخره ما میدونم که شما بالاخره ایران و عزیز و به خاطر ایران عزیزمون، به خاطر ناموسمون، به خاطر دینمون رفتن اونجا جنگیدین. اگر شما نبودون آثار حرم حضرت زینب نبود، حضرت ابا عبدالله حسین نبود. سلام بر مدافعین حرم افغانستان، شیعه های لبنان، همه‌شون سلام عرض میکنم. السلام. آقای معاونت مسئلی به بالا خودم آتیش میزنم. آی حسینی شما میدونی بالا خودم آتیش میزنم. نه جلو بالا حاجی اگه کسی اومد جلو خودم آتیش میزنم. بس کنید همین حاجی 1000 بار بهتون روزن. کدوم مشکلت شد؟ نه ما خیلی احترامی آقای داریم. ما هنوز نمیتونم حاجی اینا همه مال این شبه. حاجی دون نیست چی به من مجوز داد؟ چرا به من مجوز داده؟ به من نه 1 میلیارد تومان پول سود گرفتم. به امامشون 1 میلیارد پول سود گرفتم. به قرآن پول ندارم. به من نه خواهد زن بچه پول ندارم. نه سعید جلیلی است، کسی که ظاهراً با تیبا و پراید رفت آمد می کند، ولی افشاگرانی مانند یاشار سلطانی میگویند در هر کدام 2.5 تن سرب استفاده شده تا ضد گلوله بشوند، اما نمایش ساده زیستی بدهند. حسین شمقدری مستندساز اصولگرا میگوید از خانه‌های لاکچری جلیلی و رئیسی و دیگران در بالای شهر تهران فیلم ساخته اما اجازه پخش به او ندادند. او میگوید در این مستند می‌خواسته کاخهای شاه را با خانه‌های مردان جمهوری اسلامی مقایسه کند و بگوید حالا دست چه کسانی است، اما جلویش را گرفتند. او میگوید درباره مسائل جنسی آزاد است که هر چه می‌خواهد بسازد. درباره هاشمی رفسنجانی هم که آدم بده داستان است همینطور، اما درباره ثروت جنتی و رئیسی و جلیلی و دیگران نه. واقعیتش این که ما یه مستندی ساختیم به اسم آقایون. این مستند سوژه اصلیش آدرس منازل مسکونی آقایون بود. قبلتر اومدن آدرس مسکونی مثلا وزرای دولت آقای روحانی رو گفتن که مثلا سعادت آباد و مثلا دروس و فلان. ما اومدیم گفتیم آقا همه آقایون چپ و راست فیلتر شد. حالا گوش کن، توی مستند یعنی از اعضای بیت رهبری، از آقا وحید مثلا نمیدونم آقای محمدی و نمیدونم دوستان، نمیدونم آیت الله و سعید جلیلی. خب خونه سعید جلیلی شما میدونی کجاست؟ من نه نمیدونم. خونه آقای رئیسی میدونی کجا بوده؟ من نه مثلا نمیدونم. خوش کنم ندونی بهتر. ما همه رو در خونه همه رو در آوردیم. خب بعد دیدیم که خیلی خب 90 خورده درصد اون بالای تهرانن، خط بالای تهران. حالا این ممکنه شانسی باشه، یعنی شانسی همه بالا هستن. حالا ما توی مستند گفتیم یه سری سوژه‌های دیگه داشت، مثلا کاخهای شاه. کاخهای شاه ما رفتیم دست کیه؟ مثلا یه کاخ بود توی کیش، دست کیه؟ کاخ شاه بوده. یه کاخ هم صد لطیان معروف که ما تو مستند قبلا رفتیم. یه کاخ هستش توی دیزین، یه کاخ هست توی کلاردشت. خب این کاخا دست کیه؟ ما اینا در آوردیم دست کیه؟ یه مستند سیاسی ساختیم انتقادی، هیچ وقت پخش نشد، نتونستیم پخش کنیم چون که میرسیم پخش کنیم شتک میشیم دیگه. موضوعات سیاسی رو کمتر کار میکنیم، مجبوریم، اینو قبول دارم. ولی تو موضوع